یکی از مهمترین ارکان دین اسلام نمازه. هر کسی که نماز نمیخونه در اسلام سهم نداره. رایتو نبروری. کدام خانه ده که نماز نیست، قامت نیست، کدام خانه ده که نماز نمیخونن اوجا سرگردونیه. 5 دکان داشته باشه، میلیارد دیویژن داشته باشه، برکت نداره. نماز یک چیزی که آسایش آرامش. یک آدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که مشکل دارم، مصیبت زیاد اومده بر سرم. گفت استعینوا بالصبر والصلاه. برای استعانت، کمک، یاردم با نماز از خدا بخواه. امروز جوان چیزی داره؟ حدیث زن جنگ میکنه، میره پیما میخواد، زن میره نقشه میکشه، میره زنش قرار کرده رفته، میره بندی میشه، نرکمان میشه، عدیری میشه. چی برای رفتی؟ اوچم قدیر زن جنگ زن قرار کرد برو، من دیگه از زندگی در کار نیست. تو بیناموسی، تو چی؟ تو بچه غیرت باید داشته باشه. الرجال قوامون علی النساء. مردها بروی زنها بقوتن. مرد باید همین که همه مشکلات اومد صبر کنه، قناعت کنه. او زنک که مجدروزه عقلش کوتاه، او زنک ضعیف میگه، اون نمیتونه چه قبیله. نه که مردک باید چی کنه؟ نخود تو قهر کنی، ای خونت برای با اوتا و چه قهر کنی. عدیلیشه. نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که نماز یک نوره، نماز یک روشنیه، نماز یک برکته. نماز همین خیلی که امروز پزشکا و دکترها همه تصدیق کردن یگان ورزش به نماز نمیبرومده. یگان ورزش چند جایی که سجده میکنه همه چون حکمت داشته. 5 وقت چرا الله سبحانه و تعالی را چی کرد؟ هر یک توش یک فضیلت نماز را بگم که میگه الصلوات الی الصلاه. از این نماز به این نماز. از نماز بامداد تا پیشین تا عصر عصر تا شام عشر تا خفتن افتان تا بامداد. الجمعه الی الجمعه، الرمضان الی رمضان، العید الی العید، کفاره ما بینهما او کما قال. میگه این نماز به این نماز، این جمعه به این جمعه، عید نماز عید به این نماز عید، میگه کفاره گناهها بده. این فضیلت نگاه خدای تعالی چی داده. یک دختر نامحرم میبینی اندام شب نگاه میکنی، شهوت تحرک میکنه، نماز میخونی، وقت تورات میکنی، همون چیره خدای تعالی میگه. دستت قطع یک چی میگه، غیبت میکنی، بوی عطر نامحرم میشنوی، همه عضو بدنت گناه انجام میده. با یک طهارت کردن خداوند این گناه چی میکنه؟ ای جمعه به ای جمعه، امروز جمعه را ترک میکنی. یگان مسئله را در قرآن الله سبحانه و تعالی مثل نماز دستور دادگی نیست. 83 بار گفته که اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربی و صلی. شما نماز بخونید، دلتون پاک کنید، آخرت را فکر کنید، نماز شما نوره. همه چیزا را نماز بخونید، نماز. زکات افزای یک بار زکات بتین، روزه را افزای کتب علیکم سیر یک بار افزای خیر روزه بگیرین. ولی تقربوا الزنا، گفته نزدیک زنا نشین. یک بار گفته خمر حرامه، عراق حرامه، خمر ایول یک باری دو باری گفتگیه. نه که نماز چند بار گفته؟ 83 بار. 83 بار. اگر اینا مردکو مقامو در کار میگن رئیس شتگیان، یک مقدم اینا مولوی بچه ما یک گپ ما 2 بار بگم اگر نکرد ما امیره تنبیه میکنم 2 بار ده. خداوند 83 بار که ترا بگه تو نماز بخون نخونی، اولی هم خدا را بزرگی شبی کسرالو تا محکم نکده، روچنی که نکشیده. میگه یه آدم رسیه در کار میکرد، کارش چی بود؟ یک فیلم داد، میگه دولنگا میدرومدن، ماشینا میدرومدن، پیش دردش بود. همونجا خود خلاده نگه همه چیزش همونجا $1000 رولی میداد که نوکر میشه که در بوی میشید ماشینا میدرومدن. یک روز میگه شف اومد 2 مینوت 30 سکند جدش کرد که این رفته اونجا پت کرد، سه تاجیکستان سرگا پیو رفته اونجا شته. شف سیگنال میته نمیاد. 2 مینوت 30 سکند در میکنه. شف میگه کابینت من بیو. کابینت من میگه فونکسیت میدونی اینجا چیه؟ تو اویلیک میگیری روزیه میولیک. او میگه گرفت تا می وقت اویلیکو تا گرفتی، میگه ها فونکسیت چیه اینجا؟ میگم کنوکر چی من میگم من 2 مینوت 30 سکند نگاه کردم، تو میگه دیر کردی. میگه خیر من اونجا جشتم. بوغالتر فراد میگه چند روزا کارش فول شد بتنشو جوابش بده. نگاه کنید که مطرح اینجا فونکسیون مورا فونکسیون چیه؟ یکم ایتون نبرورین. یکم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم مگر جن ها و انسان رو برای عبادت. عبادت تا بکو پشان سبب برای لبوی کار کردن بی. نماز تا بخون برای پشتی کار چرا قرآن در نماز از اون گفته که از اون معنیش میدونی چیه؟ از اون رکنی نماز نیست. به از اون نماز خونده میشه اینجا مسجد به از اون میخونی. از اون اعلانه.
از اون که الله اکبر 4 بار و یا روز گفتی почему вы 4 раза повторяетесь? Мулуфте это наш религия, это Бог дает, почему 1 раз можно, 4 раза? Гуфте, потому что для повторения для тупых. 4 بار میگه که خدا بزرگه. برای کی میگه؟ برای که تو در دست در چی سودا داری ببند رو نماز برا 2 minut میگیره 3 minut وقت میگیره. همین عزت و آبرو مکان و مغازین مولا خدا دادگی ایتا. تو برای همون را سجده کن. 4 بار میگه الله اکبر خدا بزرگه. 2 بار میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان گوام و گواه میدن که خدا یک و یگانه. 2 بار میگه. 2 بار میگه گوام و گواه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبره. با میگه حیل الصلاه حیل الصلاه واسوی نماز بیو، حیل الفلاح حیل واسوی نجات بیو. نجات نماز نجاته. وقتی که ایستادی الله اکبر گفتی خداوند بزن برادر یک گپی خود رحم میکنه. الله اکبر میگفته گناهات در لوکی میبسته بلوی سر دمه مونده. رکوع میکرد سجده میکرد میغلطیده. این خیلی شانس کی نمیشه. میلیارد بتی یک وقت گناه تا هیچ کنه میبخشه. روز قیامت میگه یک آدم 99 ثواب داشت گفتم برای ثواب دیگه بیا جنت بدرود. پیش در جنت میره نگاه کرد رفت آتش گو چش زن گفت هیچ که ثوابش نداد. گفت چند چیزی بگن در اون دنیا که خدمت یک ثواب هیچ که نداد. گفت ثواب در کره. یک آدم نشسته بود گفت چی میخوای؟ گفت که هم یک ثواب. گفت من یک ثواب دارم 99 تا دیگه در کره. تو یک تا نمیتن مرا یک جو 99 تا میتن. بیا همین یک تا بگی تو جنت بدرو. اند تا دوزخ خلاص شه. یکی همونجا کم کم یا او پاو بعد پدگره بیو یا دچکن بیو رو اینجا. خندید میگه که خداوند در بالا خندید. میگه این بنده مولوی خودش یه آدم گناهکار دوزخی. هیچ کس باید بنده را آتش دوزخ چیکار کرد؟ آزاد کرد. من چرا به این بزرگی میره آزاد نکنم؟ این در مورد نیکی و خوبی میآید. یک کس نیکی که خوبی که خدای تعالی بگو به خاطر خودت کردم. اگر نه من خیش مای نه جورا مای نه هیچ میگه الله خودت بزرگی بعد شاید چیکنه. نماز اگه کسی که نماز میخونه فضیلت‌های نماز میگم دیاتون میگیری. بود بر تو نمازی بامدادان شود بر تو آسان کندن جان. نمازی بامداد میخونی جانت مثل کبوتر میبره. وقتی که من اگر حدیث جان کندن بگم حضرت عمر میگه شنوید گفت یا رسول الله همین جان کندن سخته. گفت ای عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رسول گفت ای عمر گفت اینا همون شمشیری که در دسته کو همین شمشیر را بردارن در فرق 300 بار بزنن چقدر درد داره. اوه گفت یک تا گفت پاره میشه آدم. گفت 300 بار دردش با برابر همین. ای عمر گفت اینمی درخت دیدی؟ گفت همین درخت گفت همه شاخ شود خار شود در بدن آدم بدروه بعد همین درخت های بدن آدم بگیرن چقدر گوشت پاره بیرون میشود. اوه گفت یا نخون در یک گوشت میره در گندم بزنه چخیل بشه با سوزانک میگن جون مون میبروه. گفت ای عمر 300 برابر همین چیه؟ میگه حضرت عمر گریه کرد گفت یا الله گفت اگر همین دنیا گفت ایمه باشه تمام دنیا که تیلو باشه ایمه باشه در راه خدا میتونه سکرات موت آسان بود. این سکرات موت شوخی نیست. 10 سال نمیته میبریم برای 10 سال صدقه کنیم. یکی همین نماز بامداد بخون صدقه. همین نماز بامداد بخون چی میشود؟ آسان میشود جانتیمون. این جانتی خیلی سخته. جانتی را ما پدر مادرمون دیدیم. هر روز ما در جنازه ایم. مرده چی با یک توچکا را نگاه میکنه. وقتی همی عزرائیل مدر آمده روح همیجا در کرچوک دبده می قپیدهش این همیجا همین تا کشیده می اومده همین تا اهمیت بتیم پاخنه میشه کو همون روح میبرویه همیخیل روح میبرویه همیخیل خداوند تبارک و تعالی ملائکه میگه که یا دست در دهنش مون که آوازش نبره اگر آوازش بگه مردم بفهمه عالم دیوانه میشه عالم دادی این مرده را بفهمه اگر یکم خانواده‌اش تلخشو میگه و میبره خر بگیرش میگه چیش میشه همه خیل او وقت دیگه چیزی میگویی نه فقط آوش میچکنی که خستگی همه خیل خر غرغره رفته سه همین وقتی میکشه روح همه بره نگاه میکده که جو میره همو بعدی کراکه خالی میمونده جسد میگیره میره روح هم میگیره جسد خودش میمونه. یکی نمازی بامداد برای چه بود بر تو نمازی بامداد شب آسان بر تو کندن جان قبول افter تو را جمله عبادت نمازی ظهرت باشد ای با سعادت. وقتی که نماز پیشی نخوندی تمام عبادتت قبول میشه. عبادت چیه؟ فقط نماز روزه نیست. پدر نگاه کردن خوبی کردن
خدمت کردن، همسایگی کردن، اکا و دوداری کردن، حجت یک کس بود کردن، صدقه کردن، همه این کارا عبادت حساب میشه. نماز پیشین خواندی بعد عبادت تو قبول میشه.